امروز افرادی پیدا شدن به مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خود را صحیح و درست میدانند و عقیده ما را باطل میدانند که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه. عقیده او باید بروند عقیده بخونن. تو که عقیده درست داری، اسکندر مدنی یا عبدالظاهر دایی یا امثال همیا، شما که عقیده خوب دارین که ما را می نویسن عقیده بخونیم، مولای تاجستان عقیده، الحمدلله در عقیده استواریم، در عقیده محکمیم. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. میگه حضرت عزرائیل اومد، حضرت موسی علیه السلام گفت که السلام علیکم. گفت ای موسی، گفت من برای قبض جان تو آمدم. چی اومدی؟ گفت من عزرائیلم. گفت برای قبض جان تو آمدم. میگه یک مش زد عزرائیل، چشمش پرید. میگه گوش که هر وقتی مخدم گفتم بد بیو، گفت ما حالی کار دارم. گفت ما حالی کار مبود نکردم در این دنیا. حضرت عزرائیل رفت پیش خداوند، گفت ای پروردگار، یک 124 هزار پیغمبر تا جان شگردم این خیلی پیغمبری که زله را ندیدم. گفت این را بیچ خیلی کرد؟ گفت زدم از سر پرای خیلی کرد. بگه پروردگار با اذن خدا چشمش از سوز کرد. گفت او را موسی میگن. گفت او که زله و پیغمبری ما. گفت رسول اکرم صلی الله علیه و میگه وقتی که انسان میرفته نامه همونش در بالای پیش خداوند میموندین، الله سبحانه و تعالی نامش پروندهش اوی میکرده، در بالای هم پروندهش نوشته که فلانی نمازخوان روزدار بود، نیکی خطی اپا و خواهر اکا و دودرش قهرمون. خداوند اینقدر خشمی میشته دوستش میگشته خیلی میزده همون نامه را. خداوند اینقدر خشمی میشته دوستش میگشته خیلی میزده همون نامه را، میگفته که با فرزندی پدرش که قهر باشه این دیگه چی بندگیه؟ حکومت‌های طاغوتی یک چند تا ملاها را پیدا کرده، ملاهای درباری، هر شکم است پوندیدگی، 6 غوری نان خورده، بسته رانای گوسفند از پیش رویشان. یا چی هستن؟ فقط مثل احبار، بازی ها را نامش همانه کبار علما. اینا باز بر از این طاغوتا چی میکنن؟ حلال حرام میسازن، حرام حلال میسازن. بسیار ملا است که باز صاحب سهلش کنی وقتی که در تبلیغ آمد با چشمکایش از گریانایش سهل میگنه این تقوا بیرون که برای که موتر 80,000 دلار اسوار است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این کار یهود کردن و در امت اسلام تکرار میشه. یهود چی کردن؟ اونمو تو علمای درباری شکم پرست بیدینه حلال الله را حرام میکردن، حرام الله را حلال میکردن. اتخذ این احبار سالار شرطی است چون گپ بزنید. نه شما گپ نزنید، کبار علما باز گپ بزنن. کبار علما کی است؟ آنا صاحب نمیبینی؟ دی چپنک این چپن ما مربیست دی خود جای نمیشه شکمش، هر چپن زبین خدد دو که حرکت هم میکنن. چرا؟ حلال حرام میسازن، حرام حلال میسازن. اینجا چی هست؟ احبار سالاری هست. بر از اونا که بگویی تو چی هستی؟ علمیت تو راست میگن، ما او علمیت نداریم، ما او قدر حفظ قرآن نتونستیم مثل از یاور بعد 14 روایت حفظ کنیم، اما همو 14 روایتی را بشرمانه و مردم جاهل بود. امامای ماست والله دین روسیه کس را شنیدم؟ سیسی که 10,000 مسلمان کش در روی بازار مصر، زن مرده مسلمانه، بسر به خاطر ریش و به خاطر حجاب به شهادت رسان. باز میگه مخالفت با امرای مسلمین، لعنت الله سره. این امیر مسلمان ها هست. امیر مسلمان ها کسی است که کتاب الله و سنت رسول الله را تطبیق میکنه. باز کدام اشتباهی شخصی کرد، باز او اشتباهش گناهش خودش با خودش تعلق میگیره، اما نه طاغوتی که شریعت الله را وضو کرده عوضش قوانین اروپا و امریکا را تطبیق میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم. در بعض جای دیگه راهبای خدا گرفتن. کی هستی راهبایشان؟ اینمی رهبانی هستن که حلال الله را سر مردم حرام میکنن.
ابلیس های کمر بسته هستند که روز ملنگ هستند شب پلنگ.